توی این ویدیو اولین پترن بده نوازیمون که یه پترن 8 ضربی هست رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم. ابتدا من یه خلاصه ازش اجرا میکنم که ببینید به چه صورت هستش، بعد میریم سراغ توضیحاتش. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش بهتره بدونید که پیش نیاز این ویدیو نحوه صحیح ضربه زدن به ساز هستش که لینک این ویدیو رو تو قسمت دسکریپشن براتون قرار میدم. حتما اول اون ویدیو رو ببینید، نحوه ضربه زدنتون استاندارد بشه، بعد بیاید سراغ این ویدیو. توی فرمت اول داریم دینگ، سکوت، 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 تی، سکوت، تی، سکوت که با شمارش 1 2 3 4 5 6 7 8 زده میشه. حتما با سرعت کم همیشه تمرین کنید، همراه من با همون سرعت پیش برید، بعد سرعتتون رو کم کم بیشتر میکنید تا به اون حدی که میخوایم برسه. اجرا میکنم، شما هم همراه من اجرا کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. سرعتمون رو بیشتر میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. و سرعتی که در نهایت باید بهش برسیم توی فرمت دوم به جای تی هایی که میزدیم، اون دوتا تیمون میایم روی نوت ها میزنیم. حالا میتونه اون دو ضربمون روی یک نوت زده بشه و یا میتونه روی دو تا نوت زده بشه که داریم 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. با سرعت بیشتر اجراش میکنم. از همه نوت ها میتونید استفاده کنید، فرقی نمیکنه. توی فرمت سوم به جای ضرب 8مون که دست چپمون میزد از یه نوت استفاده میکنیم. ترجیحاً از سمت چپ ساز باشه، راحت ترین، که میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. این نوت تغییر هم میتونه کنه با نوت های دیگه. من الان ساده زدم به خاطر اینکه دستتون راه بیفته، بعداً تغییرش هم میتونیم بدیم. با سرعت معمولش اجرا میکنم.
توی فرمت بعدیمون ما میتونیم از پاساژها استفاده کنیم، پاساژهای 4 ضربی که رو به بالا هستن و پاساژهای 4 ضربی که رو به پایین هستن. از این پاساژ برای 4 ضرب دوممون استفاده میکنیم، یعنی ضرب‌های 5 و 6 و 7 و 8. 4 ضرب اولمون به همون شکلی که بود باقی میمونه، یعنی دینگ، سکوت، سکوت، سکوت. 4 ضرب دوم به صورت پاساژ رو هر پاساژی که دلمون خواست میتونیم بزنیم. من با سرعت آهسته اجراش میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 1 2 3 4. سرعتش رو میبرم بالاتر. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. که از این پاساژها برای تغییر فضای موسیقی میتونیم استفاده کنیم. مثلا اگه داریم تو فرمت 2 آهنگسازی انجام میدیم، برای اینکه وارد فرمت 5 بشیم میتونیم پاساژ بزنیم بعد وارد فرمت 5 بشیم. خب بریم سراغ فرمت پنجم و فرمت آخرمون. توی فرمت پنجم دینگ میخوره، سکوت اول و دوم میخوره، ولی به جای سکوت سوم که دست چپ میزد میتونه بیاد یه نوت بزنه، یعنی به جای ضرب چهارممون هم نوت میاریم و بعد 5مون که نوت بود، 6مون سکوت باقی میمونه، 7 نوت، 8 هم نوت بود. در واقع دینگ، سکوت، سکوت، نوت، نوت، سکوت، نوت، نوت. من به صورت آهسته اجراش میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 6 7 8. سرعتش رو کمی میبرم بالاتر. خب بعد از اینکه هر 5 تا فرمت رو تونستید خیلی کامل و راحت اجرا کنید و سرعتتون هم به یه حد مطلوبی برسه، حالا قرار هستش که این 5 تا فرمت رو با هم دیگه ترکیبشون کنیم. برای ترکیب کردنشون میتونید به هر طریقی که دلتون میخواد عمل کنید. میتونید فرمت 1 2 3 4 5 رو به ترتیب بزنید، میتونید تغییر بدید تو چینششون و بازم میگم سلیقه‌ای کاملا دست خودتونه و اینکه چجوری قشنگ بشن با یه مقدار تمرین دستتون میاد که کدوم فرمت ها به هم دیگه بیشتر میان و کدوم نوت ها توی کدوم فرمت ها جذاب تر میشن. من یه خلاصه ازش براتون اجرا میکنم. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک و کامنت فراموش نشه. اگه کانال من رو تا الان سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدین که این ویدیو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و افراد بیشتری بتونن ازش استفاده کنن.